و این هم طبیعت دیگر است و این رودخانه زیبای سفید رود دشت تا به سمت سد لوشان سد منجیل بخواد خودش رو برسونه و این هم پوشش گیاهی کله‌زار که یک نوع داروی گیاهی محسوب میشه، از گیاهان دارویی هستش که برای عفونت‌های داخلی و بسیار مفید هستش. و این هم طلوع زیبای خورشید فجر هوا به صورت نیمه ابری هستش و آماده بارش هست. امیدوارم داریم که شما هم یه یکشنبه بسیار عالی و زیبایی رو داشته باشید. ببینید انعکاس نور و این تپه چقدر زیبا کرده این منظره رو، واقعا زیبا کرده. امیدوارم داریم که برای شما عزیزانم یه روز بسیار خوب و شاد و برای جای دیدنی به مانند اینجا وقت بذارید و تا چشمانتان به این جون مناظر زیبا بشه. روزگار خوش، ایام به کامتان. خدا تا درود دیگر بدرود. خدا نگهدار.